پاپریک من پاپریک چیه؟ چی؟ فقط پول داری. تو ویدئوی قبلی که گذاشتم خیلی مشخصه که کی دنبال پوله، کی به خاطر پول حاضر با یک پسر باشه نامزد کنه و کی به خاطر پول هر کاری میکنه و بی خانوادگی ازت میباره. تویی که میگه من پدرم همه کاری برام کرده، مشخصه. و توی ویدئو ماشاءالله مشخصه کی داره با کی میبنده که چجوری حذف نشن، کی صابخونه بشه، چی کار کنن، کاملا مشخصه. و خیلی خوشحالم که اون صحنه داشتم از دستم فیلم میگرفتم و صدای توی مارموز هست، با صدای خودت اعتراف کردی که چقدر آدم مریضی هستی و من فقط در مقابل این که تو داری زنا رو زیر سوال میبری و زنانگی رو ازش داری سوء استفاده میکنی برای پول در آوردنت مقابله کردم. همین.